سلام، به ویدیوی من خوش اومدین. من یلدا هستم و توی این ویدیو میخوام شما رو با دانشگاه پیام نور آشنا بکنم. از اونجایی که من خودم در حال تحصیل تو دانشگاه پیام نور هستم و ترم 4 رشته حقوقم، وقتی که خودم میخواستم انتخاب رشته بکنم و دانشگاه پیام نور رو انتخاب کرده بودم، اطلاعات زیادی راجع به این دانشگاه نداشتم و توی فضای مجازی هم چیز زیادی راجبش نتونسته بودم پیدا بکنم. به خاطر همین لازم دیدم که این ویدیو رو بگیرم و به شما اطلاعاتی رو انتقال بدم. پس با من همراه باشید. من حدوداً 20 تا سوال آماده کردم که با جواب دادن به این سوال‌ها ما با دانشگاه پیام نور و تحصیل رشته حقوق در این دانشگاه آشنا میشیم. پس با من همراه باشین. اولین سوال، ساختار آموزشی در دانشگاه پیام نور به چه صورت هستش؟ به صورت نیمه حضوری، غیر حضوری و الکترونیکی. ببینید بچه‌ها، به همه صورت‌ها برگزار میشه. شما میتونید هم حضوری توی کلاس‌ها شرکت بکنید، البته اگه حضوری ارائه بشه، هم میتونید حضوری شرکت بکنید، هم میتونید مجازی بردارید و آنلاین شرکت بکنید، هم میتونید نیمه حضوری برید به کلاس‌ها، نرید به کلاس‌ها، و همین که میتونید کلاً به کلاس‌ها نرید، اصلا شرکت نکنید، چه مجازی چه حضوری. تو دانشگاه پیام نور حضور توی کلاس اجباری نیست و برخلاف دانشگاه آزاد و سراسری شما به خاطر شرکت نکردن در کلاس‌ها حذف نمیشید. اگه توی امتحان شرکت نکنید اون درس حذف میشه. فقط امتحان حضوریه و حضور در امتحان اجباریه. بقیه موارد شما کاملا اختیاریه براتون که شرکت بکنید یا نکنید. مزایای تحصیل در دانشگاه پیام نور نسبت به دانشگاه‌های دیگه از لحاظ شهریه و انعطاف زمانی چطوریه؟ از لحاظ شهریه دانشگاه پیام نور نسبت به آزاد خیلی پایینه. و هم اونطوری که من شنیدم دانشگاه آزاد هر ترمش حدوداً 6-7 میلیون تا 10 میلیون میرسه برای رشته حقوق مثلا، ولی توی دانشگاه پیام نور شاید به زور به 3 میلیون برسه، شاید یه ذره بیشتر از 3 میلیون، شاید هم حتی نرسه. خیلی کمتر شهریه دانشگاه پیام نور برای هر ترم. و از لحاظ انعطاف زمانی همونطور که گفتم کاملا در اختیار شماست. شرکت بکنید در کلاس ها، شرکت نکنید در کلاس ها، کاملا در اختیار شماست و اختیاریه دیگه کاملا. یعنی شما کل ترم در دست شماست، کل ترم رو وقت دارید که هر کاری که میخواید رو بکنید، درس بخونید، کار کنید یا بخورید و بخوابید. شرایط ثبت نام بدون کنکور در مقطع کارشناسی چطوریه؟ شرایط ثبت نام که اولا زمان ثبت نام زمانیه که انتخاب رشته بقیه دانشگاه ها شروع میشه. اون زمان خود دانشگاه پیام نور بنر پخش میکنه و شما مدارک رو برمیدارید و میرید دانشگاه پیام نور تا بررسی بشه و ثبت نام بشید. و اینم بگم که دانشگاه پیام نور اینطوری نیستش که ثبت نام که شدید قبول میشید و میرید سر جلسه کلاس میشینید، اینجوری نیست. قبولی داره و قبولی شما بر اساس معدل و سوابق تحصیلیتون هست. اینطوریه که اگه معدلتون پایین باشه شانس قبولیتون هم پایین میاد. مثلا من معدل کتبی 12ام نسبتا پایین بود، معدل دیپلمم بالا بود. اولویت اولم حقوق بود، اولویت دومم فقه و مبانی حقوق بود. از اولویت اولم نتونستم قبول بشم، اولویت دوم رو قبول شدم، یعنی فقه و مبانی. من یک ترم فقه و مبانی خوندم، بعد تغییر رشته دادم به حقوق و الان ترم 4م. و اینکه میزان شهریه چطوریه؟ میزان شهریه همونطور که گفتم نسبت به دانشگاه آزاد پایین تره، خیلی پایین تر از دانشگاه آزاد هر ترمش. البته اگه یه اتفاقی نیفته و شهریه رو الان زیاد نکنن، ولی خب در هر صورت حتی اگه زیاد بکنن باز هم پایین تر از دانشگاه آزاده. امکان ادامه تحصیل در مقاطع ارشد و دکترا در خود پیام نور وجود داره؟
اگه تو خود دانشگاه پیام نور شهرتون ارائه بشه بله، اگه نشه نه، شما باید به دانشگاهایی مراجعه بکنید توی استانتون حالا که مقطع ارشد یا دکترا ارائه میشه. مثلا برای رشته حقوق من فکر کنم که برای ارشد ارائه میشه، ولی دکترا رو مطمئن نیستم. کیفیت تدریس اساتید حقوق پیام نور چطوریه؟ همونطور که گفتم تعداد کلاس ها خیلی محدوده. 6 جلسه کفایت نمیکنه طبیعتاً. برای درسی که تو دانشگاه سراسری و آزاد 20 جلسه میذارن، تو پیام نور 6 جلسه میذارن و این خیلی کمه و این خیلی بده و طبیعتاً اساتید نمیتونن توی این مدت زمان کم بهترین تدریس رو ارائه بدن و شما باید خودتون بخونید و برای رفع اشکال به کلاس ها بیایید. روالش اینه. حالا اگه هم سوال نپرسید از اساتید، خودشون شروع میکنن به تدریس کردن، ولی خب زمان محدوده دیگه، مگه اینکه جاهایی که خودتون اشکال دارید رو بگید که تدریس بکنن. بعد منابع امتحانی رشته حقوق چجوری تأمین میشن؟ منابع امتحانای رشته حقوق و بقیه رشته ها، یعنی همه رشته ها، به غیر از اون درس هایی که فقط نظر استاد مهمه که اونم خیلی کمه، فکر کنم تو رشته ما اصلا نیست، کتابیه که خود دانشگاه پیام نور معرفی میکنه. اینطوریه که شما در کنار چارت درسیتون که نشون میده هر ترم چه درسی رو باید بردارین، یه برگه دیگه ایرم دریافت میکنید که نشون میده منبع هر درستون چه کتابیه. این منبع ممکنه منابع مرجع معتبر باشن، مثل کتاب‌های دکتر اردبیلی برای حقوق جزا، کتاب‌های دکتر صفایی برای مدنی و دکتر کاتوزیان. اکثرا این منابع هستن، ولی خب کتاب‌هایی هم هستن که منابع خود دانشگاه پیام نوره، خود انتشارات دانشگاه پیام نوره و سوالات از این کتاب‌ها مطرح میشن. به خاطر همین بهتره که این کتاب‌ها رو تهیه بکنید و بخونید. از طریق جزوه و نمونه سوال هم میشه پاس شد، ولی پاس شدن با نمونه سوال و جزوه کجا، پاس شدن با خوندن چند دوره یک کتاب کجا. شما به جای اینکه چند دور کتاب رو تو طول ترم بخونید، شب امتحان به جزوه و نمونه سوال اکتفا بکنید، 100% قرار نیست نمره خوبی بگیرید. شاید در حد یه دونه 10 گرفتن پاس بشید و خب این خوب نیست. از این کارا نکنید، بد عادت میشید. شما باید با سواد بار بیایید. با این کارا فقط پاس میشید و یه دونه مدرک کارشناسی رو دکور میکنید، میچسبونید به دیوار که این بده. دیگه سوال بعدی، چالش های اصلی تحصیل حقوق در پیام نور چطوریه؟ برای خود من بزرگترین چالش و سختترین چالش همین درس خوندنش بود. فکر کن از کنکور تموم شدی، اومدی دانشگاه، کلی شور و شوق داری، بعد یهو اینقدر کتاب اینقدری میذارن جلوتون، میگن که باید اینا رو بخونی برای امتحان پایان ترم کامل، همشو بدون حذفیات. البته حذفیات هم داشتن بعضیاشون، ولی خب اکثرا بدون حذفیاتن. و خب استاد از یک کتاب 300 صفحه‌ای به 100 صفحه‌اش به زور میرسه در طول ترم که کلاس برگزار میکنه. اون وقت من باید بشینم کل کتاب رو بخونم، کتابایی رو بخونم که کلا زبانشون فرق میکنه، علمش فرق میکنه، کلا یه دنیای دیگه است. و خب این برای من خیلی سخت بود و بزرگترین چالش من توی 2 ترم اول بود که چجوری باید بخونم، اصلا بخونم نخونم، چجوری بخونم، که با پیدا کردن تدریس های اساتید توی کانال های تلگرامی تقریبا برطرف شد و یه جورایی روالش به دستم اومد. یه جورایی. بعد تفاوت سطح علمی و بار درسی حقوق در پیام نور با دانشگاه دولتی چیه؟ طبیعتاً خیلی تفاوت داره، چون
توی دانشگاه‌های سراسری کلی برنامه برگزار میشه برای دانشجوهای رشته حقوق، مباحثه برگزار میشه، نشست‌های علمی برگزار میشه که اینا تو دانشگاه پیام نور نیستن معمولاً. و اینکه اساتید اونجا هستن که 20 جلسه کلاس میرن دانشجوها و اساتید تدریس میکنن، امتحان میگیرن، کویز میگیرن و خیلی فرق هست. شما توی دانشگاه پیام نور خودتی و خدای خودت و درسایی که درس‌ها و کتابایی که خودت باید بخونی و از پسشون بر بیای. و خب طبیعتاً سطح علمی تو کاملا بستگی به این داره که چقدر میخونی، چقدر اهمیت میدی به درس خوندنت. آیا این دانشگاه برای شاغلین مناسب هست؟ بله، برای شاغلین، برای کسایی که متأهل هستن خیلی مناسبه. اکثر شاید باورتون نشه ولی اکثر همکلاسی های من رو افراد متأهل و شاغل تشکیل میدن. اینطوریه که خب این افراد مدت زمان زیادی رو نمیتونن اختصاص بدن که توی کلاس ها شرکت بکنن. توی آزاد اگه کلاس ها رو شرکت نکنی غیبت میخوری و حذف میشی، ولی توی دانشگاه پیام نور اینطوری نیست. حضور در کلاس ها کاملا اختیاریه و شما میتونی کلا نیای دانشگاه. تنها جایی که باید حضور داشته باشی و حضور اجباریه روزهایی که امتحان داری، اون موقع باید توی امتحان حتما شرکت بکنی و اگه شرکت نکنی اون دست رو میفتی و بعد ترم‌های بعدی برداری. نحوه دسترسی به نمونه سوالات چطوریه؟ خب شما میتونید از طریق کانال‌های تلگرامی به نمونه سوالات، جزوه ها و حتی PDF کتاب ها دسترسی داشته باشید. پیشنهاد من اینه که سراغ سایت ها نرید چون اونا پولی هن. درسته پول زیادی نمیگیرن ولی خب وقتی که کانال های تلگرامی هست و کاملتر از سایت ها منابع رو در اختیار شما میذارن، چرا برید سراغ سایت وقتی که کانال ها هستن؟ و این هم از ویدیوی امروز ما. اگه سوال دیگه ای دارید که توی این ویدیو مطرح نشده میتونید توی قسمت کامنت ها بپرسید تا با همدیگه در ارتباط باشیم و من جواب بدم. میتونید به کانال تلگراممونم سر بزنید که اونجا با همدیگه در ارتباط باشیم و من با شما آشنا بشم. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.